مهمترین سوالی که بشریت از خودش باید میپرسید و هیچ وقت این سوال از خودش نکرد و اون این بود که از کجا وارد این قطار سریاسته زندگی میشه، از کجا اومده، از کجا بلیط خریده، سوار این قطار شده و به کجا این قطار میره و هدف این قطار چیه. این مهمترین سوال بشریت. چرا؟ چون تمام مردم کره زمین در یه چیز مشترکن، حتما میمیرن. پس خیلی مهم نیست. همین الان که دارم با شما صحبت میکنم ممکنه شما یه گذشته خیلی بد یا یه گذشته خیلی خوبی داشته باشید و اگه بهش فکر کنی میبینی که اون 20 سال 30 سال 40 سالی که سختی کشیدی یک ثانیه گذشته، تموم شده، اون تموم شده، گذشته. حالا اگه اثرات روحیش میمونه یا اثرات روحیش نمیمونه، این هم افهام تصرفیه دیگه. یعنی وقتی که شما یک دردی رو در گذشته کشیدی و چشیدی و الان روحیت ریخته به هم یا روحی مشکل پیدا کردی، این خودش سندی است بر این که شما بعد از مرگتون این مشکلات روحی رو دارید، حالا چه خوب و چه بد.